زینالدین خیردینوف که خود را ادوکات امردین الووچوف، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، معرفی کرد در یک ویدیو یک دقیقگی سر و صداها درباره شکنجه دادن او را در بازداشت رد کرد. این ویدیو روز 2 فوریه توسط صحیفه های مربوط به فابریکه جواب گروه ترول های تحت نظارت مقامات امنیتی تاجیکستان نشر شد. قبلا علیم شیرزمانوف زاده بدخشان و یکی از رهبران اپوزیسیون تاجیک گفت الووچوف را در دوشنبه در بازداشت به حد عذاب و شکنجه دادند که او 2 روز از جای خیستن نمیتوانست. اما زینالدین خیردینوف گفت من ادوکات خیردین زینالدین حمایتگر الووچوف امردین میباشم. یک روز پیش با وی واخورده بودم، از وضع سلامتیش پرسان شدم. صحت سلامت میباشد. یگان شکایت یا عرض نسبت کارمندان مقامات حفظ حقوق عایدی نسبتش تطبیق نمودن شکنجه ندارد. همان روز با خلاصه طبی گذرانده شده که وی دکتران گذرانده او را شناس کردند و با یک بار پرسیدند نسبت یگان شکنجه زورآوری از جانب مقامات تحقیق و تفتیش پیشگی استفاده شده. عرض نمود که نسبتش یگان شکنجه زورآوری و تحقیق عملی کرده نشده است. او اظهار نمود که در نزدیکی به وی امکش و چند نزدیکشان تبار نزدیکش واخوری نموده و از وضع سلامتیش خبردار هستند. هر یک شخصی که نزدیک است خویش تبار نزدیکش میتواند که در اساس قانون آمده با اجازه مقامات تفتیشات پیشگی با وی واخورده از وضع سلامتیش با خبر شود. تصدیق این سخنان خیردینوف توسط منابع دیگر تا حال میسر نشده است. معلوم نیست که خیردینوف را خانواده الووچوف همچون ادوکات کرو کردند و یا از جانب مقامات تعیین شده است. قبلا امک الووچوف نیز سر و صداها درباره شکنجه شدن او را رد کرده بود. این در حالی است که اخیراً چند سازمان حامی حقوق به قضیه امردین الووچوف توجه کردند، از جمله ائتلاف جامعه شهروندی به ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان و مشارکت بین المللی برای حقوق انسان در یک اظهارات مشترک که 7 فوریه نشر شد از سرنوشت الووچوف اظهار نگرانی کرده گفتند که الووچوف 44 ساله بعد مجبوراً از روسیه آورده شدنش در تاجیکستان میتواند به تعدید واقعی شکنجه، بدرفتاری و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسان دچار شود. سازمان دیدبان حقوق انسان نیز روز 7 فوریه در یک اظهارات عدایده از مقامات دوشنبه خواست تا پرونده الووچوف را عادلانه تفتیش کنند. دیدبان حقوق انسان بازداشت الووچوف را به تشکیل اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو ربط داده از مقامات تاجیکستان خواست که مکان بود و باش او را اعلان و دسترسی آزادانه او به وکیل دفاع را تأمین کنند. امردین الووچوف روز 11 ژانویه در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و بنا به خبرها الکی روز بعد به تاجیکستان فرستاده شد. مقامات تاجیکستان تنها روز 2 فوریه استرداد او را تصدیق کردند. امردین الووچوف 21 دکبر سال 1977 در نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده 2 فرزند دارد. امردین الووچوف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نوامبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلبهای اعتراضگران را به وی رساندند. علیشیر میرزانبات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 10 ژانویه در یک جلسه در خوروغ الووچوف را سرکرده گروه‌های جنایی نام برده به آن ابدار کردند که زادگان این ولایت را در روسیه به ضد حکومت می‌شوراند.